سلام و صبح بخیر بچه‌ها. امروز دوباره اومدیم میرزا کاظم، ولی امروز اومدیم بریم سراهای دیگر هم نگاه کنیم که متصل به میرزا کاظم. این دره بود که این طرف بودش، در چوبیه، در رستم بسته بودش. ما اینجا داخل اینجا نگاه کنیم سرای اینجا رو کلا. در رستم. خب اینجا سلام بس قربان شما ممنون. ببخش اینجا رو که می‌بینی، اینجا هم باز به میرزا کاظم وصله. این سرا کلا اینجا همشون اینجا فرش فروشن و خیلی آدمای مهربونی ان واقعا. خیلی این از اینجا نگاه اینجا هم یه راهی دیگه است که وصل میشه به این طرف میرزا کاظم. اینجا اونجایی بود که الان بودیم. این راستا کلا این طرف فرشای دستبافت و ماشینی قاطی باطی دارن با هم دیگه، ولی اینجا کلا همه فرشای دستبافت دارن. بریم نگاهی بندازیم مغازه هاشون. سلام، حال شما خوب هستین؟ وقت بخیر قربان. اجازه است مغازه رو فیلم بگیرم؟ اجازه است؟ بله اجازه هستش. با اجازه. چون نمیخوام یه ویدیو اینجا رو بگیرم، اگه اجازه بدین فضای اینجا. ببخشید، با اجازه. سلام علیکم، عرض ادب. چه تابلو فرشای زیبایی. جناب اون عکس خودتونه؟ عکس داداشمه. این عکس خودمه. این عکس خود دوره جوانتونه؟ این عکس داداشتونه؟ عکس داداشمه. بله. او سرهنگ بود. ماشاءالله ماشاءالله. سرهنگ زمان پیش. اجازه بشینم چند دقیقه؟ ببخشید دیدم مزاحمتون بشیم. یه ذره متشکرم، ممنون، تشکر. اجازه است؟ کاشانه. کدوم اینا؟ اینا بافته کاشان. بعد چطوری متوجه آدم باید بشه که مثلا این بافته کجاست؟ آها. نه مثلا چیز خاصی نداره؟ من عکاسی. عکاسی. من کجا بدم تو عکسی رو بهم راست میگین. درسته. راست میگین. آدم از 50 سال من کار از باز نمیفهمه. یعنی انقدر تنوع فرش زیاده که بعضی وقتا هزار جور من از تپوشم فرش فروشه. من 80 سال بازارم. ماشاءالله. یعنی این که نه، یعنی 3 تا نسل اینجا، یعنی پدرتون و پدر بزرگتون اینجا هم فرش فروش شدن. بله. دست شما درد نکنه. ممنون اجازه دادین ویدیو گرفتم. میگم دست شما درد نکنه اجازه دادین ویدیو گرفتم. دست شما. آخه من ویدیو هم میگیرم. ویدیوه. آره مثل فیلمه. اشکال نداره؟ نه بابا. چاکریم. دست شما درد نکنه. ممنون، لطف کردید. مغازه خیلی قشنگی دارید. خیلی سنتیه. مغازه‌تون خیلی قشنگه. ممنون، لطف کردید. آقای آخوند. بله. آقای آخوند. میشناختی؟ نه متاسفانه. همدانی هستی؟ بله ولی نمیشناسم متاسفانه. ببخشید. نی بود منش اتاق. چشم. اتاقش نی آمد به نی بود. زنده باشید. آقای آخوند معصوم علی. تشکر. ممنون. باید شما قربان شما. بفهم. باید شما. ببخشید شرمنده خودم. اینجا هم یه دونه دیگه حجره دیگه است که بسته است. چقدر فرششو قشنگه کلا. اینجا هم انبار تابلو فرشه. یه جای دیگه. سلام. حال شما خوب هستین؟ وقت بخیر قربانش. اجازه است؟ بگیرم؟ چشم. دست شما. آخه جنون من ویدیو میگیرم به خاطر همین. چشم. به اینا چی میگن ببخشید؟ سجاده میگن پشتی.
آها یعنی هم سجاده است هم پشتی دست. آها یعنی هم سجاده بهشون میگن هم پشتی بهشون میگن. بله هم دستبافشو داریم هم سجادهشو داریم. متشکرم ممنون. دست شما درد نکنه. تشکر ممنون. ببخشید من داشتم ویدیو میگرفتم اشکال که نداره. ممنون. تشکر. ممنون زنده باش. وای شما خدا نگهدار. ممنون. چه خوشگله اینجا. چقدر خوشگله اینجا. خیلی خوشگله. کاش بودن میرفتیم داخلش رو میدیدیم. لوسترش رو نگاه بچه ها. واقعا خوش سلیقه است. هر کی اینو کارو کرده واقعا یه آدم خوش سلیقه بوده. نمیر انشالله یا که خدا سلام میدید همه دادن آقا سعید به قرآن سلام. حالتون بس اجازه است داخلیه؟ ببخشید با اجازه. ممنون. معذرت میخوام. به چه فرشای دستبافت خوشگلی اینا. ببخشید ببخشید. سلام. معذرت این کار کجاست؟ خیلی بافتش خوشگله. میخوای اونم روشن کنی؟ نه نمیخوام. خیلی بافت قشنگی داره. من فکر کنم مال بیجاره. نمیدونستم همه دارن انقدر قشنگ کنن. همدانه. واقعا قشنگه. این رنگاش گیاهیه، خامش هم دسترسه. ایش بیجار به گرد باشم میرسه. بیجار هم داریم هم. دست شما درد نکنه. ممنون. لطف کردین. تشکر. ممنون. ببخشید اینجا مال شماست؟ بتونم نگاه کنم؟ ببخشید شرمنده. اینجا هم نگاه کنید. ممنون. ببخشید. با اجازه. به چه حجره قشنگی. اینا میلای باستانیه. باشون ورزش میکنن. واقعا قشنگه اینجا خدا. چقدر قشنگه واقعا اینجا فضاش. دست شما درد نکنه زدن داخل. تشکر. من لطف شما. ممنون. نه همه بستن. اجازه است؟ ببخشید با اجازه. همه اجازه دادیم به تو ندیم. دست شما درد نکنه. ممنون. لطف می‌کنید. تشکر. ممنون. با اجازه. به چقدر قالیاشون قشنگه واقعا. دست شما درد نکنه. تشکر. ممنون اجازه دادین. تشکر. ممنون. ببخشید اجازه هستش؟ ببخشید. نه همینجوری خوبه. خیلی اینجور قشنگ‌تره. ممنون. قالیه چه نقشه خوشگلی داره. آقا معذرت میشه اینجا روشن کنید؟ خیلی واقعا حیفه. چه نور قشنگی خورده اینجا. خیلی قشنگه اینجا. به اینا میگن چه نقشه‌ای؟ ببخشید این تابلو فرشه؟ چکار میگن؟ چکار. خیلی زیباست. چه شیر قشنگیه این. تبریز. اینم دستبافته؟ خیلی قشنگه.
ممنون تشکر. میشه دیگه چراغ بزنید من اینجا رو بگیرم؟ خیلی حیف بودشین. دوتاشو بزنم. آره واقعا ببخشید. این نوری که افتاده بود واقعا قشنگه. به این کار چی میگن؟ ناینه نه به نقشش چیز خاصی میگن؟ خیلی زیباست، خیلی زیباست. یه مادری که داره بچهش شیر میده، یه خانومی که داره لباس داره میشوره میای پایین تر، یه آقایی هم که داره حالا هم شوهرشه دوست دخترشه داره دف میزنه، خانومش میرقصه. به به خیلی ممنون تشکر. ممنون لطف میکنین تشکر. ببخشید یه جوری بخاری باز کرد. ببخشید اجازه است؟ ببخشید. به به چقدر آدم خوشش میاد اینجا بچرخه. نه پوسدی میگم. اینجا یه دونه بخاری من پوسدی داد درسته؟ ببخشید. نه اون خاکی که فکر کنم از اون پشتمان چیز کرده. نه ما دادیم باز خیلی وقت. نه من پوسدی هم دادم. آره چرا اینقدر خاک اینجا؟ قشنگه. اینجا بیادبی اجازه است فضل داخل ویدیو گیرم اجازه استش؟ ببخشید شرمند بیادبیه. چه بوزی. ببخشید به اینا میگن کار کجا این دوتا؟ یکی این کار سنندجه؟ این چی؟ چقدر بافتای قشنگی دارن جفتشون. متشکرم. هم تشکر لطف کردید. ممنون تشکر. اینم یه دونه دیگه است که بسته است. الله خودش چقدر خوشگله اینم بافتش. محمد ماشاءالله یه کارت پول من نداری. محمد آقا شاکریم. سلام علیکم. شاکریم. اینجا یه چیز خیلی جالب داره. این یه خطر نکنی اینجا. از اینجا وارد سر گمرک میشین، از اینجا وارد حلاج خونه میشین. اینجا قبلا حلاج خونه بوده، کلا کارهای حلاجی بوده، ولی حالا به دلایلی دیگه کلا افراد اینجا تغییر شغل دادن. چرا هم تابلو فرش فروشی؟ ببخشید اجازه است؟ با اجازه ببخشید. به به تابلو فرش های قشنگی. چقدر قشنگ، چقدر قشنگ. واقعا ظریفکاری آدم اینجا میتونه حس کنه قشنگا. واقعا چقدر قشنگه. چی وارد دیتیلش میشی بازم جزئیات داره. خیلی ممنون تشکر لطف کردید. ممنون. ببخشید اجازه است؟ ممنون. بچه چشمم این گرفت ماشاءالله. چقدر رنگش قشنگه این قالیه. نکنید نارنجی و زرد و خیلی قشنگه. یوز ایرانی. چقدر قشنگه، چقدر قشنگه. دست شما درد نکنه. ممنون تشکر. اجازه دادین لطف کردین. تشکرم. ببخشید.
از این درم باز دوباره وارد کاروانسرای میرزا کاظم میشیم. این درهایی بود که بسته بود کلاً. سلام علیکم. حالش شما بس قربان شما. از راستای حلاج خونه هم که بری بیرون میری کجا؟ سر گذر میری به فروش همدان. بزن یه مقدار خودم صحبت کنم براتون. سلام و صبح بخیر. البته دیگه صبح نیست، ساعت 11 است، 11 خورده ایه. ولی حالا ما میگیم صبح. این راستای حلاج خونه قبلا کلا کارشون همه مغازات دونه دونه حلاجی بوده. یه دقیقه چشماتو رو من تجسم کن، یه همچین راستایی همش صدای حلاجی باشه. خیلی باحال. ولی حالا دیگه به دلایلی دیگه تغییر شغل دادن دیگه. یعنی هر کسی دیگه یه شغلی گفته دیگه حالا من دوست ندارم مثلا حلاجی باشه، دوست دارم فرش فروشی باشه. 100 تا شغل چرخیده اینجا. حلاجی بوده، تابلو فرش بوده، فرش ماشینی بوده، فرش دستباف بوده، الا و چیزای دیگه. کلا اینجا خیلی باحاله. پیشنهاد میدم 100% بیا اینجا نگاه کنید. بازار فرش فوق العاده ای. بریم جای دیگر نگاه کنیم. خب از اینجا هم بریم پایین، بریم چای بخوریم و بریم. این پاساژ هم سر روحانیه که حالا بعداً میایم داخلشو میگیریم. بچه‌ها خیلی 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 ممنونم که دوباره امروز من تحمل کردید با یه ولاگ دیگه. امروز خیلی خسته شدم. خیلی ممنون، تشکر. با اجازه همگی، خدا نگهدار.